ساختار سیاسی، زینه‌های راهبری کننده، شعار و ایدئولوژی و دیگر جنبه‌های این دولت نهضتی نشان می‌دهد که آن عیناً از روی مدل دولتی جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است. در آن نیز در صدر حاکمیت راهبر روحانی یعنی خود سید عبدالله نوری قرار گرفته، پرزیدنت آن چون پرزیدنت امروزه در کشورهای ذکر شده در اصل یک شخص یکم نبوده تابع حکم راهبر روحانی بود. شاخه نظامی این دولتچه نهضتی نیست به واسطه به خود راهبر روحانی اطاعت میکرد. این واقعیت نیست. بار دیگر هنوز در همان سالها از کجا بودن سرچشمه ایده ها و کی بودن الهام بخش و حمایتگر نهضتیان را به طور پررنگ نشان میدهد.